سلام، وقتتون بخیر. مهدیه هستم از کانال Words by مهدیه. کتاب خودت باش دختر. هرگز دروغ‌هایی را که درباره تان میگویند باور نکنید. باید کسی شوید که به دنبال آن هستید. نویسنده ریچل هالیس، مترجم پری راد. انتشارات نیکی فرزان. مقدمه. دخترها سلام. این دلنوشته ها سرآغاز کتاب من است. در بخش‌هایی از آن مسائلی را مطرح می کنم که امیدوارم توجه زیادی به آنها داشته باشید. الان لحظه است که می خواهم هدفم را از نوشتن این کتاب مشخص کنم. اگر شما تصمیم به خواندن این کتاب گرفتید، اینجا همان جایی است که به شما می گویم از چه مطالبی با شما سخن می گوید. خواندن این کتاب برای همه و حتی برای دختری که در کتاب فروشی ایستاده و نمیتواند تصمیم بگیرد آیا این کتاب را بخرد یا نه مفید است. این کتاب به شما کمک می کند تا تصمیم گیری منطقی و درستی در زندگی اتخاذ کنید. برای من این مسئولیت کوچکی نیست، ولی به هر حال شروع می کنم. این کتاب در مورد بسیاری از دروغ‌های بزرگ در جامعه صحبت می کند و حقیقت مهمی را آشکار می کند. حالا بپرسید کدام حقیقت؟ شما. بله، با شما هستم. تنها کسی هستید که مسئول میزان شادی، خوشبختی و نارضایتی های زندگیتان هستید. حتی مسئول کسی هستید که در آینده خواهید شد. مفهوم اصلی کتاب همین است. اشتباه نکنید. در این کتاب داستان‌های خنده‌دار، غم‌انگیز و خجالت‌آور زیادی را تعریف می‌کنم و همه آنها با یک حقیقت تمام می‌شوند. زندگیت فقط به خودت بستگی دارد. باید دروغ‌هایی که در محیط اطرافتان می‌شنوید را بشناسید، وگرنه این حقیقت باور کردنی نیست. درک این حقیقت که خودت شادیت را انتخاب کنی و کنترل امور زندگیت را به دست آوری اهمیت فراوانی دارد. همین حقیقت را باید در دو دست محکم بگیریم و روی تابلوی اعلانات قرار دهیم تا همیشه نظاره‌گر آن باشیم. اما این همه ماجرا نیست. باید دروغ‌هایی را که در زندگی به خودتان گفته اید بشناسید و همه آنها را فراموش کنید. چرا؟ الان اگر ندانید کجا ایستاده اید و قصد رفتن به کجا را دارید، نمی توانید تبدیل به انسان جدیدی شوید و حتی به جای جدیدی بروید. وقتی به خودآگاهی کامل در مورد خودتان برسید، به شناخت ارزشمندی در وجودتان می رسید که بسیار ستودنی است. شاید فکر می کنید به اندازه کافی خوب نیستید یا لاغر هستید و حتی مادر بدی هستید. آیا فکر می کنید لیاقت شما همین است؟ آیا باید به خاطر این مسائل با شما بدرفتاری شود؟ آیا هرگز به جایی نمی رسید؟ همه اینها دروغ محض است. اینها دروغ هایی است که توسط خانواده هایمان، دوستان و حتی جامعه ساخته شده. در مواردی بسیار خطرناک هستند و اعتماد به نفسمان را کاهش می‌دهند. بزرگترین گناه این دروغ‌ها این است که هرگز آنها را نمی‌شنویم. به ندرت دروغ‌هایی را که مربوط به خودمان است می‌شنویم. شنیدن این دروغ‌ها به امری عادی تبدیل شده. گاهی وقتها حرف‌های نفرت‌انگیز و نیش و کنایه‌هایی را که هر روز با آن روبرو می‌شویم درک نمی‌کنیم. دروغ‌هایی را که در مورد خودمان میشنویم و آنها را باور میکنیم کلید تبدیل شدن به نسخه بهتری از خودمان را نشان میدهند. اگر با وجود ناملایمات زندگیمان بتوانیم ریشه اصلی آنها را بشناسیم، آن وقت میتوانیم مسیر زندگیمان را به درستی تغییر دهیم. دلیل نوشتن کتابم، دلیل راه اندازی وبسایتم و صحبت درباره اهداف اصلی زندگی، استحکام زندگی زناشویی همین است.
من مجموعه‌ای بی‌نظیر و کامل از موضوعات مختلف را در وبسایتم مطرح می‌کنم. اینها اساس زندگی من هستند و تلاش می‌کنم همه آنها را به خوبی انجام دهم. پست‌هایم نشان می‌دهند چقدر یاد گرفتم و در زندگی پیشرفت کردم. تمام تلاشم این است دخترهای سرزمینم را به انجام آن تشویق کنم. اگر کارم بافندگی، عکاسی و تدریس در منزل بود، از آنها برای پیشرفت خودم و دوستانم استفاده می کردم. حقیقت این است که هیچ کدام از این کارها را بلد نیستم. فقط با مسائل مربوط به زندگی سر و کار دارم. تمام تمرکزم برای تهیه مطالب و آموزه‌های جدید درباره زندگی و سبک آن خلاصه می شود. اوایل کارم متوجه شدم تصور بسیاری از زنان در مورد سبک زندگی دقیقاً همان چیزی است که آرزویش را دارند. بسیاری از همین تصورات دروغ‌هایی هستند که به آنها تحمیل شده است. از همین الان می‌خواهم با شما رو راست باشم. با خودم عهد بستم صادقانه حقیقت را بگویم و تمام داستان‌های مربوط به شکست و موفقیتم را تعریف کنم. تلاش می‌کنم از همه چیز صحبت کنم. خشم، بی‌ارزش بودن، دوست داشتنی بودن، کشمکش‌های ازدواج، افسردگی بعد از زایمان و خیلی از این موارد. صادقانه در مورد کسی که هستم و جایی که از آن میایم صحبت می‌کنم. پربازدیدترین و معروفترین عکس‌هایی که تا به حال گذاشتم مربوط به درمان ترک‌های شکم بود و هنوز هم خیلی‌ها از من می‌پرسند چگونه آنها را محو کردم. زن‌هایی هستند که با این ترک‌ها زندگی می‌کنند. احساس درد را در ایمیل‌هایشان درک می‌کنم. خجالت را در توصیف سختی‌هایشان احساس می‌کنم و این برای من دردناک است. به همه آنها می‌گویم چقدر زیبا و قوی هستند. آنها را زنانی قوی و مبارز می‌دانم و می‌گویم تسلیم نشوید. این تنها کاری است که می‌توانم انجام دهم. اگر کسی در زندگیم درد می‌کشید، مثلا خواهرم و یا حتی بهترین دوستم، این تنها چیزی نبود که به او می‌گفتم. تنها چیزی نبود که در جوانیم به خودم می‌گفتم. از نظر تمام دوستان و عزیزان زندگیم، من فردی مشوق و حامی هستم. فکر نکنید سرکار و حتی سردرگم هستید. شما قوی، شجاع و با اعتماد به نفس کامل هستید. میخواهم این صفات را در خودتان ببینید. میخواهم آنقدر شما را تکان دهم تا این صفات در نگاهتان بدرخشد. میخواهم به چشمانتان آنقدر خیره شوم تا به جوابی که میخواهید برسید. میخواهم با تمام وجود فریاد بزنم و بگویم تو مسئول زندگیت هستی. فقط یک بار شانس زندگی کردن و زنده بودن داری. خودت را دست کم نگیر. خودت را باور داشته باش. باور و اعتماد عمیق و با تمام وجود. گاهی برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران و جلب توجه کسانی که دوستشان ندارید کاری انجام می دهید. حتی وسایلی می خرید که هزینه آن را به سختی پرداخت می کنید. این کار را کنار بگذارید. به جای ابراز احساساتتان آنها را درون خودتان نریزید. عشق فرزندانتان را فدای چشم و همچشمی دیگران نکنید. با جسم و روحتان مهربان باشید. زندگیتان مانند چرخ و فلکی نیست که شما را به نقطه قبلی برگرداند. قرار است زندگیتان سفری دلپذیر از مکان منحصر به فرد به مکان دیگری باشد. زندگیتان باید ساخته دست و حاصل تلاش وصف ناپذیر خودتان باشد. شاید کار سختی باشد. آیا تغییر یک شبه به دست می آید؟ هرگز. باید یک پروسه طولانی مدت را سپری کنید. باید ابزارها و راهکارهای متفاوتی را یاد بگیرید. ممکن است بعضی از این کارها مفید و بعضی بیفایده و به درد نخور. شاید روزها این تکنیک ها را تکرار کنید و خسته شوید. حتی شکست بخورید. دست از تلاشتان برندارید. سر همسرتان فریاد میزنید. در طول شب نصف کیک تولدتان را میخورید و با خودتان میگویید زندگی همین است. چه باید کرد؟
اگر به این حقیقت پی ببرید که تنها خودتان مسئول کنترل زندگیتان هستید، آن وقت بلند می‌شوید و دوباره تلاش می‌کنید تا حس داشتن کنترل بر زندگیتان به روال عادی تبدیل شود و به انسانی که خودتان می‌خواهید و باید باشید تبدیل می‌شوید. از پرسیدن فرار نکنید. هر وقت سوالی برایتان پیش می‌آید بپرسید. من مسیحی هستم و با این اعتقاد و ایمان بزرگ شدم که تنها خداوند کنترل امور را در دست دارد و برای زندگی من برنامه ریزی می کند. با تمام وجودم باور دارم خداوند بدون قید و شرط همه ما را دوست دارد. نباید استعدادها و موهبت‌هایی را که به ما عطا کرده نادیده بگیریم. کرم ابریشم بسیار زیباست، اما اگر فکر کند همین زیبایی کافی است و تصمیم بگیرد اصلاً تغییر نکند، آن وقت ما از دیدن موجود زیباتری که میتواند به آن تبدیل شود محروم میشویم. شما فراتر از آنچه خودتان فکر میکنید و تا کنون شکل گرفته اید هستید. این همان جوابی است که دوست دارم برای تمام زنانی که برایم ایمیل میفرستند و از من راهنمایی میخواهند بفرستم. شاید شنیدن و درک این پیام سخت باشد، اما با درک حقیقتی که ماورای این پیام پنهان است، می توانید بر تمام کارهایی که انجام می دهید کنترل داشته باشید. لحظه‌ای به فکر فرو رفتم. آیا می توانم کتاب کاملی درباره تمام سختی‌های زندگیم بنویسم و روش‌هایی که برای حل آنها به کار بردم بیان کنم؟ آیا می شود درباره شکست‌ها و لحظه‌های خجالت‌آور زندگیم صحبت کنم؟ آیا می توانم به شما بگویم بزرگترین شرمندگی زندگیم این بود که هنگام عصبانیت سر فرزندانم فریاد می زدم؟ سر و صدا نه، ناسزا هم نه. فقط جیغ می کشیدم و بعد وقتی به آن فکر می کردم حالم بد می شد. آیا می توانم به شما بگویم فقط 3 حفره در دهانم دارم؟ از رفتن به دندانپزشک می ترسم. چه می شود اگر درباره چاقی موضعی هم صحبت کنم؟ از چربی دور کمرم بگویم؟ از موهایی که روی خال صورتم رشد می کنند حرفی بزنم؟ آیا می توانم از نداشتن اعتماد به نفسم سخنی بگویم؟ بله، تمام این کارها امکان پذیر است، چون می دانم فقط خودم کنترل اوضاع زندگیم را در دست دارم. من مسئول کسی هستم که باید به آن تبدیل شوم. فردا با کمک خداوند بیدار می شوم و شانس دوباره‌ای برای بهتر زندگی کردن پیدا می کنم. من در سفر طولانی مدت زندگیم هستم. هر روز در حال پیشرفت و یادگیری هستم. از خودم راضی هستم و می دانم می توانم. با چه مواردی در زندگیم مشکل دارم؟ دروغ‌هایی که تا به حال درباره خودم شنیدم و آنها را باور کردم چیست؟ به خاطر همین تصمیم گرفتم در کتابم تمامی این مسائل را در فصل جداگانه‌ای مطرح کنم. هر فصل از کتابم با دروغ‌هایی که باور داشتم شروع می شود. در هر فصل توضیح می دهم چگونه این دروغ‌ها مانع پیشرفتم می شد. با آگاهی و شناخت این دروغ‌ها قدرتشان را از بین بردم. بعضی از این دروغ‌ها مانند موجی بین خودم و دلواپسی‌های زندگیم در جریانند. می‌خواهم از بدترین دلواپسی‌هایم صحبت کنم. امیدوارم این کتاب بهترین مشوق شما باشد و راهکارهای پیشنهادیم گره‌گشای زندگیتان شود. صمیمانه آرزو می‌کنم به کسی که می‌خواهید تبدیل شوید. در سخت‌ترین روزها و لحظه‌های زندگیتان به یاد داشته باشید فقط یک حرکت رو به جلو، حتی به اندازه 1 اینچ و حتی 1 مایل هم میتواند باعث پیشرفتتان شود. با عشق، ریچل هالیس.